این ویدیوی تکان دهنده لحظه ورود دو دانش آموز رو به یه مدرسه آموزش رانندگی در سال 2010 ثبت کرده. تا حالا فکر کردین اگه میشد همه ی دوربینای دنیا رو چک کنیم چه اتفاقی ممکن بود برامون بیفته؟ شاید در خوشبینانه ترین حالت میفهمیدیم به غیر از آدمای کسل کننده ای که دور برامون هستن، شاید موجودات دیگه هم باشن که تمایل دارن با ما ارتباط بگیرن و یا در بدترین حالت هم بخوان بهمون آسیب بزنن. خب پیشنهاد میکنم برای درک بیشتر با هدفون گوش بدید. همیشه مکانها و جاهای خلوت برای بیشتر آدما، مخصوصا خودم، یه چالش غیرقابل انکاره و نمیتونیم بگیم که امکان نداره ترس به سراغمون نیاد. اما گاهی وقتا برای برطرف شدن کنجکاوی خودمون از این حد و مرز میگذاریم و قدم تو مسیری میذاریم که شاید تهش ندونیم چه اتفاقی ممکنه ما رو تهدید بکنه. ویدیوی اولی که براتون آماده کردم همین موضوع رو میگه. یه دختر و پسر تقریبا 17-18 ساله نزدیک مکانی میشن که نامشخصه و باید بگم اولش همه چی کاملا رو به راهه، اما لحظاتی که از حضورشون میگذره چیزی تجربه میکنن که واقعا ترسناکه. خب بچه ها دیدیم که ساعت 12:30 نصف شب یه دختر پسر جوون نزدیک مکانی میشن که بیشتر شبیه یه رستورانه تا مدرسه، اما به احتمال خیلی زیاد طبق تحقیقاتی که انجام دادم اینجا یه مدرسه یا بهتر بگم یه مرکز آموزش رانندگی بوده که تایم شب کارکناش معمولا تعطیل میکنن و میرن. اما سوال اینجاست، این موقع شب یه دختر پسر جوون توی یه مدرسه بیدار و پیکری که هیچ کسی هم داخلش نیست چی کار میکردن؟ رفقای عزیز، این ویدیو توسط دوربینای امنیتی این مکان تو کشور مالزی گرفته شده، درست 10 سال پیش. جزئیاتش کامل مشخص نیست که این موقع شب این دو نفر اینجا چی کار میکردن. به نظر خیلی‌ها طبق شواهدی که وجود داره ممکنه رفته باشن دزدی، اما به عقیده خودم این نظریه کاملا رد میشه و احتمالش هم خیلی کمه، چون که از یک بابت مطمئنم برای ورود به یک مکان باید کلید اونجا رو داشته باشیم. پس از اونجایی که اونا خیلی راحت وارد این ساختمون میشن کلید داشتن و به احتمال خیلی زیاد و خوشبینانه ممکنه یا یه خواهر برادر باشن که اومدن و چیزی مثل یه گوشی رو که جا گذاشتن قبلا و بردارن ببرن، یا احتمال دیگه‌ای هم که هست اینه که این آقا پسر یکی از پرسنل این مرکز آموزش بوده که ساعت 12:30 نصف شب همونطور که تو تایمر بالای صفحه دیدین خلوته و طبق معمول کسی تایم شب کار نمیکنه و طبیعتا کسی نیست و شاید میخواسته قایمکی و دور از چشم بقیه با دوست دخترش تنها باشه. درسته، چیزی که مشخصه اینه که قرار بوده فقط یه قرار ملاقات ساده باشه و باید بگم تا اینجای ویدیو اصلاً هیچ چیز قابل توجهی وجود نداره. اما متاسفانه بهتره بگم خوشبختانه دوربین‌های امنیتی این مکان دقایق بعد از ورود این دختر پسر جوان چیزی رو ثبت میکنن که از دیدنش مطمئنم شوکه میشید. رفقا الان که داشتم این ویدیو رو میدیدم یه چیزی به ذهنم رسید و اونم اینه که ببینید وقتی اولین بار شروع میکنیم یه ویدیوی ترسناک رو میبینیم فکر میکنیم همشون دروغن و چرت و پرتن، اما یه چند تا که پشت سر هم ببینیم آروم آروم متوجه یه حس عجیبی میشیم، یه حس ناشناخته وجودمون رو پر میکنه. میدونیم که انگار همون ترسه، اما چرا با وجود این که هممون از اینجور ویدیوها میترسیم بازم انگار کوخ داریم و دوباره یا بعضن چند بار نگاهشو میکنیم. اما درباره این ویدیو فکر کنم این دختر خانم اولین بارش بوده که با چنین صحنه‌هایی روبرو می‌شده. اولش احساس میکنه که خیالاتی شده و بی خیال موضوع میشه. اون سعی میکنه هرچی سریعتر با دوستش تماس بگیره، اما هرچی تلاش میکنه بی نتیجه است. اما چند ثانیه بعد اتفاقات بدتری میفته که دیگه مطمئن میشه شخص سومی هم به غیر خودشون اونجا حضور داره.
یه لحظه شاید به این فکر کرده باشین که چه بلایی سر اون پسر اومد. خب راستش درست لحظاتی بعد از این که این آقا پسر خوشتیپ دوست دخترش رو ترک میکنه و میذاره میره داخل یکی از اتاقای ساختمون میشه، اما انگار چیزی اونجا حس میکنه و فوراً میزنه به چاک. ویدیو رو با هم ببین. اما اینکه سرنوشت اون دختر تو اون شب عجیب چی شده رو دیگه کسی نمیدونه. این یکی از ویدیوهای دوربین مخفی بود که توی کشور مالزی دقیقاً 10 سال پیش گرفته شده بود، اما قضاوتش رو میذارم به عهده خودت. خب بیایید به یکی دیگه از موارد این شکلی نگاهی بندازیم. ویدیوی بعدی. این ویدیو یه پسر بچه رو نشون میده که تو تختش کنار بابا جونش دراز کشیده. راستی یه چیزی یادم اومد. یه سوال، چرا تو اتاق خواب این خارجی‌ها تو اتاق خواب همشون یه دوربین کار میذارن؟ اگه کسی جوابشو میدونست به منم بگه، مثلا چرا دوربین اونم تو اتاق خواب؟ بذار عجیب نیست؟ این سوالی بود که خیلی وقت از بچگی تو ذهنمه. اگه واقعا کسی میدونست حتما تو کامنت بنویس. خب برگردیم به کار خودمون. چی بود؟ چند دقیقه اول ویدیو نشون میده که این آقا پسر داره به پدرش درباره بازی که تو تبلتش توضیح میده، اما یکم که میگذره پسر بچه متوجه یه چیزایی انگار میشه، یه چیزای عجیب که انگار پشت دره و به پدرش اطلاع میده که انگار یه نفر اونجاست. طبق اظهارات این آقا به پلیس محلشون، خودش و پسرش اون شب تو خونه تنها بودن و همسرش خونه مادرش رفته بوده که همین موضوع این ویدیو رو مرموزتر میکنه. روح سرگردان یا هر چیزی که میخواد اسمشو بذارید، اما این که وجود داره یا نه دیگه قضاوتش با خودتون. Scary friend. خیلی ترسناکه. یه لحظه خودتون رو بذاری جای اون پدره، مثلا چند بار صدا میزنی اما کسی جوابتون نمیده و وقتی میری بیرونم خبری نیست. شاید فکر کنی خانمت برگشته و میخواد سر به سرت بذاره، اما بعد که دوربینای خونه رو چک میکنی چیزایی رو میبینی که هر کی دیگه جای اون بود بدون شک خونه رو میفروخت. شما دیدید که بعد از خروج پسر بچه در خود به خود بسته میشه. بله اگه فکر کنی این ویدیو ساختگیه بهتون حق میدم، اما این آقا بعد از تماشای این ویدیو متوجه این موارد شده. اون زمان که این فیلم تو کل یوتیوب و تیک تاک منتشر شد خیلی رو شوکه کرد و اینکه چه اتفاق اون شب افتاده این آقا رو سردرگم کرده. به گفته این آقا تا قبل از این ویدیو به وجود ارواح یا هر چیز دیگه اصلا اعتقاد نداشته و گفته سوالی که ذهنمو درگیر کرده اینه که اگه به عقیده خیلی این فقط یه شوخی بوده، کی میتونسته اون وقت شب پشت این شوخی مسخره باشه؟ خیلی از کاربرا گفتن این فقط یه اتفاق غیر طبیعی و ماورایی بوده، اما طبیعتا این صرفا یه حدس و گمانه، چون که اینجور مواقع هیچ اطلاعات و مدرکی وجود نداره که نشون بده چه چیزی اون شب این پدر و پسر تجربه کردن جز همین ویدیو. اما سوالی که هست، اگه تنها بودن پس کی یا چی چراغا رو خاموش کرد و در همون بست؟
هی بچه ها، کیا الان تو خونه تنهان؟ بهتره رو راست باشیم. رفقا نمیخوام بترسونمتون، اما این ویدیو اگه تنها باشی ممکنه نظر راحت بخوابی. ویدیو یک گزارش از اتفاقیه که این مرد به نام مارون کاگوواس تو خونش تجربه کرده بوده. مارون با صدای عجیبی از خواب بیدار میشه، اما اولش مطمئن نیست که این صدا از طبقه پایین خونه میاد یا جای دیگه‌ای. ولی به هر حال میره پایین تا اونجا رو چک کنه. بهتره یه توضیحات ابتدایی درباره این ویدیو بدم. هر شب همخونش این کارو میکرده، اما اون شب که همخونش ظاهراً به مزرعه پدریش رفته بوده، مارون آخرش تصمیم میگیره تا این بار خودش اونجا رو چک کنه که پیشنهاد میکنم اگه تنها هستین ادامهشو نبینید. Alvin. Funny anymore, man. Dude. Alvin. Shit ain't funny, man. Alvin. مارون ویدیویی از این رویداد ضبط کرده و میگه تا به امروز نمیدونه چه اتفاقی اون شب تو خونش افتاده بوده. یه شوخی از طرف دوستش که بی خبر اومده بوده، بازم ترسناکه، یا یه اتفاق عجیب که اکثر اوقات تو خونش میافته. نمیدونم. مارون میگه وقتی مطمئن شدم رفیقم برنگشته، فهمیدم این یک شوخی نبوده و بخشی از اتفاقاتی که اغلب تو خونه‌شون شاهدش بودن. شاید این یه شوخی مسخره باشه، قبول دارم، اما مارون برای اینکه واقعا ثابت کنه که شوخی نیست، یه ویدیوی دیگه رو برامون ضبط کرده که با هم میبینیم. بذارین توضیح بدم. تو این ویدیو مارون سعی داشته ویژگی جدید کنسول بازی ایکس باکس رو که دید در شب رو ممکن میکنه تو شبکه‌های اجتماعی با دوستاش به اشتراک بذاره، اما آخرش فیلمی که ضبط میکنه چیز کاملا متفاوتی میشه. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm gonna show the people who don't know. So right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. Now I'm gonna switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually اگه به گوشه اتاق دقیقاً کنار کابینت رو نگاه کنید، متوجه یه موجود عجیب و غریب میشید که بدون اینکه ما رو متوجه شده باشه، دوربین فیلم اون رو ضبط کرده. من خودم قدیما یه همخونه داشتم که هر از گاهی به مزرعه پدریش میرفت و به پدر و مادرش سر میزد و یه چند روزی میموند و بعدم برمیگشت. اما اگه تو چنین مواقعی اتفاق عجیبی هم نیفته، بهتون قول میدم حداقلش اینه که شب و تا صبح با چیزای خودتو سرگرم میکنید تا خوابت نبره. اما واقعا میگم هیچ وقت تنها تو خونه نمونید. پیشنهاد نمیکنم چون واقعا ترسناکه. و اما این ویدیو، همه ما اکثر اوقات وقت پیدا میکنیم تا با دوستامون، خانواده‌مون یا اطرافیانمون وقت بگذرونیم و کلی تفریح کنیم. مثلا خیلی‌ها که دوست دارن گیم بازی کنن و از اینجور کارا دیگه. اما چیزی که تمرکز اون رو روش میذاریم فقط و فقط انجام اون بازیه. برای همینم به چیز دیگه اصلا فکر نمی‌کنیم. بذارید معرفی کنم. اسم این آقا هست رونستو اسپینوزا و ایشون اغلب عادت داشته ویدیوهایی از خانواده‌اش رو در کانال یوتیوب خودش آپلود کنه. اما این بار همزمان که ویدیو رو منتشر میکنه، برخلاف ویدیوهای قبلیش با واکنش عجیبی از سمت مخاطبینش روبرو میشه که با هم ببینیم. Ya suyo, ya la tienen ahí. Ya la tienen ganada. Eso.
Eso. ¡Qué pro! ¿No se oye la canción? فکر کنم متوجه شده باشین اگه با دقت بیشتری به توده اسباب بازی‌ها در گوشه سمت چپ پسر بچه نگاهی بندازین، یه عروسک خرس شکل سفید رو می‌بینید که به شکل باور نکردنی و عجیب دستشو داره تکون میده. از طرفی تا زمانی که بیننده‌های این ویدیو رو به اورنستو نشون نداده بودن، خودش اصلا متوجه نشده بوده. ببینید نمیخوام از واقعیت دور بشم، اما با توجه به اینکه تا تجربه نکنین، چه میدونم نمیتونی فرق بین واقعیت و دروغ از هم تفکیکشون کنی و مطمئنم تو اون خونه یه چیزی وجود داشته، اما چی اونشو دیگه نمیدونم. بچه یه سوال، تلویزیون ها الان روشن یا خاموش؟ در طول روز چقدر تلویزیون میبینین؟ تقریبا اکثر کانالا به جای پخش فیلم بیشتر تبلیغ نشون میدن اما چیزی که مهمه اینه که ما به این تبلیغات چقدر اهمیت میدیم و چقدرشون میبینیم. ویدیویی که قراره با هم ببینیم توسط خانم 39 ساله به نام ملانیوم منتشر شد که در واقع مربوط به سالهای خیلی خیلی دور میشه که داشته تلویزیون تماشا میکرده مثل هر آدم عادی دیگه‌ای. خودش گفته که وقتی 7-8 ساله بوده زیاد تلویزیون نگاه میکرده و معمولا اون روزا همه چی رو نگاه میکرده، از جمله تبلیغات و پیام‌های بازرگانی و اینجور چیزا. اما چیزی که مسئله رو جالب‌تر میکنه اینه که ملانیوم میگه یک ویدیوی تبلیغاتی اون زمان دیده بوده که تا همین امروز هم نمیتونه فراموشش کنه و وقتی بهش فکر میکنه شدت ترس کل بدنش شروع به لرزش میکنه. این تبلیغ تو کشور شیلی که ظاهرا اونجا به دنیا اومده بوده نمایش داده شده و وقتی برای اولین بار این ویدیو رو میبینه بلافاصله به طور کاملا اتفاقی متوجه یه چیز خیلی عجیب تو تلویزیون میشه. اولش خیلی میترسه اما سعی میکنه اون ویدیو رو به بقیه هم نشون بده. این تبلیغ هنوزم توی اینترنت هست و اگه دقت کنین حتما میبینید. و درباره این موضوع شخص دیگه هم حرفای ملانیوم رو تایید کرده و گفته برای ما عجیب بود وقتی برای اولین بار این ویدیو رو تو تلویزیون دیدیم. ظاهرا که چیز خاصی تو این ویدیو نیست، اما درست بعد از اینکه پسر بچه‌ها میرن بیرون اگه دقت کنین به نظر میرسه یه چهره واقعا ترسناک رو تو گوشه سمت چپ ویدیو میتونین ببینید. این چهره فقط برای چند ثانیه ظاهر میشه و بعدش صحنه تغییر میکنه و دیگه دیده نمیشه. به عقیده خودم که اون ممکنه یکی از فیلمبردارا بوده باشه که رفته پشت بوت‌ها تا نور یا شرایط فیلمبرداری رو مهیا کنه. اما اگه شما فکر میکنید کسی اونجا نبوده، پس این چهره ترسناک چهره کی میتونه باشه؟ ببینم شما به روح اعتقاد دارین؟ چه روح باشه یا نباشه از یک چیز کاملا مطمئنم، اینکه اگه اون شخص به شکل اتفاقی هم اونجا ظاهر شده باشه، برای اولین بار که به اون چهره نگاه میکنی انگار هنوز زنده است و داره بهت نگاه میکنه. عکسی که دارین تو تصویر میبینین توسط شخصی به اسم تون پوترا ارسال شده که گفته یه خانواده در اندونزی بودن که چند سال پیش به قبرستون رفته بودن تا یکی از اعضای خانوادهشون که تازگی فوت کرده بوده رو ملاقات کنن و یه فاتحه‌ای چیزی براش بخورن. این خانواده تقریبا تمام طول روز رو تو قبرستون میمونن تا غروب آفتاب که تصمیم میگیرن برگردن خونه. اما قبلش چند تا عکس یادگاری هم تصمیم میگیرن با هم بندازن که معمولا اینجور عکس‌ها تصادفی ثبت میشه و امکان داره توشون صحنه‌های عجیب و غریب زیادی دیده بشه که خب حق با خودم بود، چون که این خانواده درست وقتی به خونه برمیگردن متوجه میشن که یکی از عکس‌ها انگار چیز خیلی ترسناکی رو ثبت کرده. طبق گفته تونپو خانواده‌اش هیچ اطلاعاتی نداشتن که این شخص کیه. اونا تنها کسایی بودن که اونجا بودن و مطمئنم کسی دیگه‌ای جز خودشون تو قبرستون نبوده. اونا باورشون اینه که این ممکنه روح پسر بچه‌ای باشه که تازگی اونجا فوت شده و قبرش هم تو همون قبرستون همون نزدیکی‌ها بوده. به هر حال صحنه واقعا ترسناک و عجیبیه. فکرشو بکن بعد مدت‌ها خانواده‌ات میگن بریم قبرستون، خیلی وقت نرفتیم، تو هم مجبور میشی باهاشون بری و همونجا اتفاقی عکس‌ها یادگاری هم با هم میندازین، اما بعدش که عکس‌ها رو تو خونه نگاه می‌کنی متوجه میشین یه نفر اونجا بوده درست کنار خودت بغل دست خودت. واقعا ترسناک. راستی به نظرتون چرا دوربینا میتونن بعضی از صحنه‌ها رو ثبت کنن که با چشم خودمون دیده نمیشن؟ یکم عجیب نیست؟ به نظرتون ممکنه که روح و یا موجوداتی که بهتر اسمشون هم نگیم از عکس و فیلمایی که درباره‌شون ثبت میشه خوششون بیاد، برای همینم تو خیلی از عکس‌ها دیده میشن؟
نمیدونم، شاید. خیلی خوب بچه‌ها، اگه شما تا حالا عکسی، فیلمی، چیزی گرفتین یا تجربه این شکلی داشتین، حتما کامنت بذارین، ویدیو رو لایک کنین و تو کانالم حتما سابسکرایب کنین تا هر هفته ویدیوهای ترسناک و پارانورمال این شکلی رو با هم بررسی کنیم. امیدوارم هر روزتون پر از ماجراهای خفن این شکلی باشه و پر از هیجان باشه. میدونیم. خب دیگه، دوستتون دارم و تو ویدیوی بعد